سلام، من مرتضام و اینجا کانال هیوا استودیو در خدمتتون هستیم با موضوع قیمتت رو پایین نیار به جاش این 4 تا کار رو بکن. امروز کلا میخوایم در مورد شیوه قیمت گذاری صحبت کنیم. این ویدیو برای دوستانیه که تازه کار هستن و نمیدونن چه موارد رو باید رعایت کنن برای قیمت گذاریشون. من یه فایلی آماده کردم، بذارید نشونتون بدم. ما کلا 4 تا کاری که امروز قراره پیش ببریم و بهتون میگم. کار خوب، ارزش بیشتر از قیمت، اخلاقیات، خدمت به بقیه. اولا ما در مورد کار خوب صحبت میکنیم. پیشفرض ما اینه که شما کارت خوبه. یعنی اگه کارت خوب نیست، خب الان برو وقت بذار آموزش ببین، برو کارآموزی کن یا کار بکن، مشتری پیشفرض داشته باش برای خودت، مشتری فرضی، و هر جوری که میدونی کارت رو درست کن. میخوای برو توی یوتیوب کار ببین، کارت رو خوب کن. اگه میخوای به مشتری قیمت خوب بدی، باید کار خوب ارائه بدی. اصلا همچین قضیه نیستش که من بیام به شما بگم که نه کارت ارزشمنده فلانه و بیا قیمتاتو ببر بالا. اگر قیمتت پایینه به خاطر اینه که کارت خوب نیست. اگه کارتو خوب کنی، خب قیمتت میره بالاتر. این اول. پس کارتو خوب کن. یه چیزی که هستش میگن که برای هر کار خوبی تو باید 10,000 ساعت وقت بذاری براش. ببینید شما چقدر وقت گذاشتین. 10,000 ساعت گذاشتین حدوداً براش، چقدر آموزش دیدین، چقدر کار کردین. برای استاد شدن توی کاری 10,000 ساعت رو باید بذارین. حالا دیگه بستگی داره شما چقدر تونستین این وقت رو بذارین. حتما پس کار خوب ارائه بدین. یه بخشش کار خوب داشتن، یه بخشش ارائه درسته. حالا اون باز خودش یک ویدیوی دیگه براش میگم که چجوری کارتون رو ارائه بدین. اما فعلا داشته باشین برای قیمت گذاری اولین چیزی که نیازه اینه که کارت خوب باشه. بعد از اون ارزش بیشتر از قیمت. مهم نیست شما چه قیمتی گفتی. مثلا شما گفتی 500,000 تومان، 1 تومان، 10 میلیون، 100 میلیون. شما باید ارزشی که به مشتری میدی بیشتر از این باشه، بیشتر از قیمتی که بهش دادی. شما تازه کاری دیگه، اوایل کارته و باید این کار بکنی. حالا ما اگه برعکس این کارو شما انجام داده باشی چی میشه؟ مثلا شما فلان قدر ارزش گذاشتی اما یه قیمت بالاتر داری ازش میگیری. خب این به شما یه استرس وارد میکنه، چون اوایل کارت نمیدونی باید چیکار کنی، خودتو خراب میکنی، چون از آخر اون نتیجه نهایی پایینتر از اون ارزشیه که مشتری انتظار داشت و حس مشتری هم خراب میکنی و در کل اینها شما شهرت خودت رو خراب کردی. من و تمام همکاران من تقریبا 90% مشتریانمون از ارتباطاتمونه. یعنی مشتری ما برامون مشتری میاره. حالا شما فکر کن این چرخه رو نداری دیگه، از کجا میخوای مشتری گیر بیاری؟ باید بری مثلا توی اینستاگرام فعالیت کنی، یوتیوب فعالیت کنی. خیلی کارت سخت‌تر میشه. گفتم یه 90% مشتریات از دست دادی و فقط داری با 10% کار میکنی. پروفسور الی گرسین میگه که اگه شما یه کار خوب بکنی، مشتری میره به 1 نفر میگه، ولی اگه کار بد بهش تحویل بدی به 10 نفر میره میگه. اینو من خودم به تجربه دیدم. من خودم حتی همینطوری مثلا من برم یه خوشرویی کار بد ببینم، هر جا بشینم میرم میگم آقا حواست باشه اون خوشرویی نری مثلا. اینو پس داشته باشین. حالا بعضی میگن چجوری این ارزش رو بفهمیم؟ این ارزش چیزیه که مشتری حس میکنه و مشتری اون ارزش رو بعضی اوقات میفهمه، بعضی اوقات هم نمیفهمه. خب این با چجوری به دست بیاریم؟ با سوال پرسیدن، جلسات بریف، جلسات قبل از کار. برای همینه شما میاد مشتری میپرسید در نظر تو لوگو چیه؟ لوگو رو کجا میخوای استفاده بکنی؟ این کاتالوگ رو شما مثلا برای چی میخوای؟ بعد میبینی طرف بهت میگه این کاتالوگ برای من فلان قدر ارزش داره، من میخوام اینو مثلا بدم به مشتری ها، مثلا پست کنم اینو فلان کنم. اونجا میفهمی که این مشتری چقدر برای این کاتالوگ ارزش قائله و شما چقدر میتونی بهش قیمت بدی. پس هر چیزی که تو ذهنتون بوده در مورد قیمت گذاری که نه من باید بیشتر قیمت بدم تا حس مشتری مثلا نسبت به من لاکچری تر باشه، نه، اینا رو بریز دور. فقط شما نسبت به ارزشی که مشتری تو ذهنش پیش‌فرض داره برای اون کار قیمت بهش میدی. سوم، خدمت به بقیه. serve to other. serve to other یعنی اینکه شما خودتو فدای بقیه بکنی. توی جنگ چطور بود؟ توی ارتشیا چطوری هم؟ مثلا یکی یه بمب میندازه، سریع یه نفر میره خودش رو میندازه روش که 10 نفر دیگه آسیب نبینن. شما توی اوایل کارت باید این شکلی باشی برای کسب و کارهای دیگه. شما زمانت رو فدا میکنی، تایمت رو فدا میکنی، هر چیزی که نیاز خودت رو به نیاز مشتریت فدا میکنی.
اینها برای اوایل کار. شما بعداً حرفه‌ای میشی دیگه، می‌بینی مشتریاتو داری گزینشی انتخاب می‌کنی. اما برای اوایل کار که می‌خوای قیمت بدی به مشتری، باید حواست باشه که همه چیز تو باید فدای مشتری بشه. متاسفانه بعضی وقتا اصلا باید شاید کس دیگر رو بهش معرفی بکنی، بگی آره من پول احتیاج دارم، 100% هممون پول احتیاج داریم، اما شما مثلا بری پیش فلان کس کارتو بهتر انجام میده. اینو وقتی انجام بدی اون حس مشتری درست میشه. مشتری میبینه شما مورد چهارم اخلاقیات رو داری. اخلاقیات خیلی مبحث گسترده‌ای تو کار برای ارتباط با مشتری، اصول ارتباط با کارفرما. اما شما همین رو داشته باش از من. شما وقتی بیای نیازهاتو بعد از نیاز مشتری بذاری، اکثر کارهای اخلاقی رو انجام بدی. مثلا یه سری چیزای اخلاقی دیگه، مشتری میاد میگه که آقا فلان طراح با من کار کرده، بیا شما بقیه کارشو با این مقدار انجام بده. شما باید بگی نه، این اخلاقیات من اجازه نمیده کار همکارانم رو بیام خراب کنم. این شاید اول یه سری مشتریات از دست بدی، اما در آینده برای تو مشتریای خیلی وفادارتری میاره. کسایی که به تعهد کاری تو ایمان دارن، میدونن که تو کار درست رو انجام بدی در هر شرایطی. زمانی که شما میخوای قیمت بدی، باید حواست به این اخلاقیات باشه. یه زمان من شنیدم این بعضی بچهای اقتصاددان و اینا میگن که کسی کارش خوبه که بتونه توی بیابون شن بفروشه. خب اون کارش بی اخلاقیه. کسی که توی بیابون شن احتیاج نداره، شما گولش زدید، در واقع بهش شن رو فروختید. شما بیا بعضی اوقات اخلاقیاتت رو همراه با کارت بذار و ببین در چه نتایجی داره در آینده برات. این برای قیمت گذاری مخصوصا شما میتونی بیای مثلا شما میدونی که الان این کار 1 تومن بیشتر ارزش نداره، مثلا 1 میلیون 10 میلیون نمیدونم، و میتونی مشتری رو گول بزنی اونجا ازش 10 میلیون بگیری 100 میلیون بگیری، اما این کار اخلاقی نیست. شما این کارو گرفتی، خوشحالی که میگی من یه دونه مشتری خیلی خوب داشتم، حالا دیگه مثلا کاری به کارش ندارم، اما نمیدونی که بعد از این که کارو بهش تحویل بدی، اون مشتری در ارتباط با بقیه آدما، اون میره و میفهمه که شما از اون ارزشی که بهش دادین بیشتر ازش گرفتین. اونجاست که کار شما خراب میشه و اون چرخه ارتباطی شما قطع میشه با رعایت نکردن اخلاقتون. یک چیز دیگه هم که توی قیمت گذاری خیلی مهمه، چکشی عمل نکردن. ببینید چکشی عمل کردن، یه مثال هستش، میان چکش همه چیزها رو میخ میبینه، از لحاظ چکش همه چیز میخ. این یعنی چی؟ یعنی شما زمان چکشی عمل میکنی، شما 4 تا مسئله مختلف داری، فکر کن 4 تا مشتری یا 4 تا مسئله مختلف داری، میای به همشون قیمت یک واحد میدی. مثلا میگه آقا من طراحی بیلبورد تبلیغاتیم 1 تومن. این یعنی شما اومدی همه چیز رو به یه چشم میدی، یعنی برای این مسئله این راه حل رو پیشنهاد دادی، برای این مسئله این راه حل رو پیشنهاد دادی، برای این مسئله این راه حل و برای این مسئله این راه. یعنی شما برای تمام مسائل مشتری یک راه حل پیشنهادی داری، یک قیمت داری. خب این اشتباهه. کاری که درسته اینه که شما برای مسئله اول راه حل اول رو داشته باشی، مسئله دوم راه حل دوم، سوم و چهارم. شما وقتی میای میگی که آره کار شما انقدر ارزش داره، انقدر وقت من رو میگیره، انقدر من میتونم به شما ارزش بدم، این مثلا هزینهش میشه انقدر. یک تایمی شما میخوای اصلا به مشتری تخفیف بدی، دوست داری اصلا این مشتری رو هر جور شده به دستش بیاری، مشتری ثابتت بشه، مشتری هوادارت بشه یا طرفدارت بشه. اون یعنی این که من دارم به مسئله شما متفاوت نگاه میکنم و قیمتم متفاوته با یک مسئله دیگه. اینش اشکالی نداره. بعضیا میگن که یعنی ما از مشتری پولدارمون بیشتر پول بگیریم یا از مشتری مثلا ضعیفمون کمتر پول بگیریم. آره این درستش هم همینه، چون اون ارزش کار تو رو بهتر میدونه و اون کار تو براش ارزش بیشتری داره و در مقابل تو براش بیشتر وقت میذاری، بیشتر حواست به تمام جزئیات اون کار هستش و مطمئنا راه حل های متفاوت‌تری براش ارائه میدی. اگر سوالی چیزی هستش، من توی اینستاگرام، توی جیمیلم و توی همین یوتیوب با هم در ارتباطیم، میتونید سوالاتتون رو بپرسین و اینکه بگین ویدیوی بعدی دوست دارین در مورد چی باشه.